7 عادت اشتباه بعد از غذا خوردن که باعث میشه معده شما دچار مشکل بشه. من سعیده، کارشناس تغذیه، محقق طب کهن. به کانال راز زیبایی و تندرستی در طب کهن خوش آمدید. مطمئنم اکثریت آدما این 7 اشتباه رو حداقل یکیشو انجام میدن. بریم با هم ببینیم. اگر بعد از غذا خوردن بلافاصله رابطه زناشویی داشته باشید، باعث سستی بدن، سستی مفاصل، سستی اعصاب و تولید خلط بد تو بدن میکنه. بهترین زمان برای رابطه جنسی 2 تا 3 ساعت بعد از خوردن غذا. چای خوردن بلافاصله بعد از غذا. اکثریت ما ایرانی‌ها بلافاصله بعد از غذا چای می‌خوریم که این آسیب خیلی بزرگی به بدن می‌زنه. نوشیدن چای بعد از غذا اصلاً تشنگی رو برطرف نمی‌کنه، چه بسا اسید موجود در برگ چای معده رو دچار مشکل می‌کنه. همچنین نوشیدن چای بلافاصله بعد از غذا باعث کاهش قدرت جذب آهن موجود در مواد غذایی میشه. خوردن میوه بعد از غذا موجب اختلال در هضم غذا میشه. چون میوه ها از قندهای ساده‌ای تشکیل شدن و آنزیم هضم میوه ها با آنزیم مواد غذایی کاملا متفاوته و این به دستگاه گوارش شما فشار زیادی میاره. هضم میوه ها به همراه غذا منجر به ترشح آنزیم هایی میشه که جذب غذا رو مشکل میکنه. پس بهترین زمان برای مصرف میوه 2 ساعت بعد از غذاست. ورزش کردن یا تمرین کردن بعد از غذا باعث ناراحتی‌های گوارشی میشه. وقتی غذا می‌خورید بدن احتیاج به زمان داره تا غذایی رو که خوردین رو هضم کنه. اگر تو این فاصله ورزش کنید این فرصت رو از بدن می‌گیرید و با ورزش کردن اون خونی که قرار غذای شما رو هضم کنه به سطح پوست میاد و به اندام‌های حرکتی میره و باز دوباره هضم شما ناقص و کند پیش میاد. وقتی آب میخورید بلافاصله بعد از غذا در واقع شما دارید آتش هاضمه رو خاموش میکنید. دقیقاً مثل این میمونه که شما روی آتش آب بریزید و اون آتش خاموش میشه و دود میکنه. دقیقاً همین اتفاق هم در معده شما میفته. وقتی بعد از غذا آب میخورید آتش هاضمه رو خاموش میکنید و هضم شما کاملا ناقص انجام میشه و دچار نفخ و رفلاکس معده میشید. نوشیدن آب بلافاصله بعد از غذا باعث میشه که آنزیم‌های معده واکنش درستی برای تجزیه ساختارهای مواد غذایی نداشته باشن و کاملا هضم کند و ناقص بشه. خوردن غذا و خوابیدن بدون اینکه فعالیتی برای هضم غذا انجام بدین خطر بسیار بزرگی برای بدنه که میتونه باعث زخم معده و گاهی سکته قلبی بشه. تصور کنید تمام مواد غذایی یهو به حالت سکون و استراحت در بیاد و این چقدر میتونه به بدن آسیب بزنه. اگر بلافاصله بعد از غذا بخوابید مواد غذایی که مصرف کردید به درستی هضم نمیشه و شما دچار دلدرد، سوزش سر دل، رفلاکس معده و خستگی و بیحالی میشید. سیگار کشیدن بلافاصله بعد از غذا خوردن. اگر قادر به ترک سیگار نیستید بهتر بعد از غذا خوردن چند ساعت صبر کنید و بعد سیگار بکشید. چرا؟ چون نیکوتین موجود در سیگار با اکسیژن مورد نیاز برای گوارش پیوندی رو تشکیل میدن که باعث میشه مواد سرطانزای بیشتری بدن شما نسبت به حالت عادی جذب کنه. چندین مطالعه نشون داده که سیگار کشیدن بلافاصله بعد از غذا معادل 10 نخ سیگار کشیدن به طور همزمانه. به علاوه باعث سرطان ریه و روده هم میشه.
سیگار کشیدن ویتامین C و ویتامین D رو به کل از بین میبره. خانم‌ها و آقایونی که اهل سیگار کشیدن هستن حتما از ویتامین C بیشتری استفاده کنن مثل مرکبات و همچنین از ویتامین D بیشتری استفاده کنن مثل راه رفتن زیر نور خورشید. تمام. خب اینم از 7 عادت اشتباه بعد از غذا خوردن. اگر حداقل یکی از این اشتباهات رو می‌کنی به طور کامل کنارش بذار تا همیشه از معده و کبد سلامت برخوردار باشید. این ویدیو رو هم برای دوستانتون شیر کنید تا اونا هم از عادت‌های اشتباه بعد از غذا خوردن مطلع بشن. حتما هم کانال ما رو سابسکرایب کنید تا از ویدیوهای جدید و آموزنده ما باخبر بشید.